خب میخوام حدس بزنیم که اینجا کجاست. اینجا مجسمه فردوسیه. اینجا رو که می‌بینید، بذاریم عقب. اینجا رو که می‌بینید پروژه پدیده‌ای که هیچ وقت به اتمام نرسید، اونم هتلشه. و تو مشهد کلا میگن شهر پروژه‌های ناتمام. متاسفانه انقدر پروژه زده، اون ساختمونش هتل بوده، هشتی بوده، اونو تموم نکردن. اینجا قرار بوده تفریحی باشه، اینو تمومش نکردن. اون ساختمون ایرودینامیک یه جوری بوده که باد توش میچرخیده، خنک میشده، اون تموم نشده. یه پارک آبی اونور بوده، اون تموم نشده. ساختمون تجاریش تموم نشده، مسکونیش تموم نشده و نمیدونن این قضیه تا کی میخواد دامدار بشه و خیلی سرمایه اینجا خوابیده و حیف که تکمیل نشد. یه چیز دیگه در ادامه بگم، اینجا 8 شده 8 اسکارپو و این نماد 8 بود به عنوان اینکه امام هشتم نماد انگار شهر امام رضا باشه که متأسفانه میگن تکمیل نشد. ولی اگه تکمیل بشه خیلی جذابه. خب اگر پدیده کلا کامل میشد این میشد، این ماکتشه. کل منطقه شهر رویایی پدیده میشد اینم همون ساختمون هتلش که شبیه 8. حیف، خیلی این پروژه عظمت داشت. این قسمت ساختمون مارپیچه بوده، اون جا شهر بازی، شهر پارک آبیش بوده. اینم قسمت بازارشه که ما توی بخشش هستیم. اینم هتل. برای دیدن پروژه ناتمام و فراموش شده پدیده پیج منو فالو کنید. با طول لیدر عزیز علی آقا.